قرغیزستان شدند. 12 مارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفر دولتی وارد شهر بیشکک جمهوری قرغیزستان شدند. در فرودگاه بین المللی شهر بیشکک مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را راهبر کشور میزبان پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاروف با احترام خاصه و گرم و صمیمی استقبال گرفتند. صحن فرودگاه بین المللی بیشکک به خاطر پذیرایی ارزنده مهمان عالی مقام سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرچم‌های دولتی دو کشور، عکس‌های سران دو دولت و شعارهای ترنمگر دوستی مردمان دو همسایه کشور ادانه آرای یافته بود. به نشان احترام و صمیمیت خاص به سرور دولت ما در صحن فرودگاه همچنین بعضی صحنه‌های فرهنگ ملی قرغیزی با خیمه‌ها، اسب‌ها، عقاب‌های شکاری و رقص و سرودهای مردمی نمایش داده شد. برای استقبال راهرو سرخ گسترده شده افسران گارد فخری از دو طرف راهرو صف آراستند. ضمن این سفر مجموعه مسائل تحکیم و گسترش مناسبت‌های دو کشور بررسی خواهد شد. همچنین در نظر است که از روی نتیجه‌های مذاکرات سطح عالی شماره زیادی سندهای نوی همکاری از جمله حجت مهم تاریخی شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان درباره سرحد دولتی به امضا رسد. Acayip ehtiramdar halktır et, şumangay muhtaram Emomali Rahman. Kadam kuşmondet bar mulki moyon, şumo payvand kari rohi buzurget. Ey kadam kuşmondet Emomali Rahman. 12 مارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر دولتی در جمهوری قرغیزستان با باغ ملی الارچه تشریف آوردند. در اینجا سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم صدیر ژاپاروف از باغ ملی الارچه و نمایش فرهنگی که به خاطر تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید بازدید نمودند. باید گفت که باغ ملی الارچه در بلندی 2000 متر از سطح بحر در مسافه 40 کیلومتر دورتر
از پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک قرار دارد. باغ ملی در موضع‌های زیبای طبیعت قرار داشته برای سیر و سیاحت محل دلفریب است. سران دولت‌ها ضمن تشریف به اینجا از منظره‌های دلکش باغ و نمایش هنرهای مردم قرقیز بازی نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان با هنرمندان صحبت صمیمی دایر کرده به هنرهای والا و محصول دستان آنها بهای بلند دادند. سیزدهم مارت مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مجمع بناهای نوی حکومت جمهوری قرقیزستان برگزار گردید. ماشین سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سوارها با اسبهای به طور خاص ملی آرا یافته همراهی نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپارов گرم و صمیمی استقبال گرفته به بالای شاه صوفه فخری دعوت نمودند. مراسم استقبال رسمی با صف کشیدن جز و تامهای گرد فخری و ارکستر نظامی اسبابهای نفسی، گزارش فرماندهی گرد، صدا دادن سرودهای ملی هر دو کشور و شناسایی با اعضای هیئت‌های رسمی جریان گرفت. Tacikistan Respublikası'nın prezidenti Emomali Rahmon. Sizin gelişinizge Ulutluk Gvardiyanın Ardak Karalı Rotası'nın atından ısık salamımızı bildiririz. Rotanın komandiri Gvardiyanın Uluk Lütnantı
бинандаҳои азиз, бо расидани дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъда ба шумо иттилоъ медиҳем. Саломат бошед.